و دیدیم که میشه. تکنولوژی خیلی پیشرفته تر از چیزی هستش که ما فکر میکنیم و میتونه پیچیده تر باشه از تصورات ما. اخیراً اتفاقاتی افتاده که دنیای تکنولوژی رو روز به روز داره پیشرفته تر و پیچیده تر میکنه. سلام، پارسا زیایی هستم. خوش اومدیم به تازه های تکنولوژی. توی تازه های تکنولوژی قراره که اخبار روز تکنولوژی رو بهتون بگیم. اولین خبر، توی مکبوک های اخیری که شرکت اپل معرفی کرد، مکبوک پرو و مکبوک ایر و همچنین مک مینی ها، اپل از اینتل خداحافظی کرد و با چیپست جدیدی به نام M1 مکبوک های جدید خودش رو عرضه کرد که به گفته خود اپل فوق‌العاده قوی تر از چیپست های قبلیشه و مک های دارای چیپست های M1 کمی قیمت پایین تری دارن. خبر دوم، به دلیل عرضه کم PS5 توی بازار PS5 های تقلبی اومده و متاسفانه کاربرانی که اطلاعات ندارن این PS5 ها رو میخرن و ازش استفاده میکنن. آپدیت جدید اینستاگرام. توی آپدیت جدید اینستاگرام قراره که با سرچ کلیدواژه یک پست به شما نشون داده بشه که قبلا این اتفاق نمیافتاد و شما باید اون پیج رو سرچ میکردید، ولی توی آپدیت جدید شما با سرچ کلیدواژه میتونید اون پست رو پیدا کنید اگر توی دیسکریپشنش نوشته باشه. و همچنین توی سئو گوگل اگر قبلا سرچ میکردین یک پست اینستاگرامی ها معمولا پیج بالا میومد نه پست، که توی آپدیت جدید اینستاگرام قراره این اتفاق بیفته که شما با سرچ کلیدواژه پست بالا بیاد. خبر بعدی، هواوی آنر رو فروخت. شرکت هواوی که یکی از شرکت‌های معروف توی گوشی هستش، مجموعه گوشی آنر رو فروخت به دلیل کمبود بودجه و نداشتن بودجه مناسب. مجبور شد که شرکت هواوی مجموعه گوشی آنر رو بفروشه. مرسی که تا آخر این ویدیو ما رو تماشا کردین. لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.